اونم دیگه نی مردم ما کدوم دیگه ایت نشده که ما از پول مستی خاطر گذاشتم، فقط اینمی که اولاد نداشتم. یار و رفیق چیز که کالی جوانی تو زن کو که شاید در جای که بچه دار شوین. بله 4 سال شده که دیگه ما کار نتونستم. 4 سال شده دین و دنیا خار نشه مادر من. سلامت باشین. تشکر. آره. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنای مهربانم، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سلامت باشین. وقتتان بخیر. باز هم شما را خوش آمدید میگم به برنامه دیگر. امیدوار هستم که تا پایان برنامه مژگان را تنها نگذارین و در کنار فامیل های نیازمند هستم و با امید از اینکه همکاریتان را داشته باشیم. دوستای عزیز، من میرم حال داخل خانه هموطن ما صحبت ها را همراهشان می داشته باشیم و شما مرا بیننده باشین. و دوستای عزیز چیز دیگه یادم نره که برایتون بگویم. مادر جان که هست یکم مشکل داره، صحبت کردن نمیتونه و ما میخوایم همراه پدر جان گپ بزنم و بازم شما بیننده باشین، خودتان میبینین. عزیز، خانه هموطن ما که برایتان گفته بودم آمدیم و فعلا کنار پدرجان و مادرجان هستیم که همراهشان صحبت ها رو می داشته باشیم که چه حال احوال داره. سلام پدرجان، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین؟ تشکر، سلامت باشین. خوب هستین شما؟ شکر. سلام مادرجان، خوبین؟ زنده باشین. تشکر. شما خوبین؟ زنده باشین. تشکر. پدرجان، از مشکلات هایتان میشه برای ما بگوییم؟ از مشکلات ها که اینمی که خود ما پایدردم دیگه، کارگر ندارم، بچه ندارم. میگه چیزی که زوال مغال میستو خرید کردم که در قرص آوردم دیگه. این خانه من که در کراییه. خانه تان کرایی است؟ بله بله، خانه من کراییه. چند کرا میدین پدرجان در اینجا؟ اینجا 1000. 1000 کرا میدین. باز امی اتاق فقط دست شماست؟ یه نمی اتاق دیگه نیه دست من. بله بله. باز پدرجان کرایش رو هم دادین یا سرتان ماندن؟ مندونم مانده. چقدر سرتان مانده باشن؟ سر از ما که 12,000 مانده میتونم مانده. ما خیلی دیر شدیم اینجا. خب پدرجان، یعنی خیلی زیاد میشه که اینجا هستین ولی کرایشان ندادین؟ کرایش ندادیم من گاهی وقت دستم شده دادم، گاهی وقت دستم نشده مانده دیگه. باز دیگه کارگر ندارین پدرجان؟ دیگه کارگر ندارم، بچه ندارم دیگه، کارگر ندارم. اینمی یک دو سیاسر هست، اونو یک دختر. چی شده مادرجان رو؟ شارش بال رفت فلج شد. یک سیاسر مفلج شد و خانه دختر خیلی اینجا موبال نتونست. نه این بال نما چنیم نشنم فلج یا شارش. پدرجان، اگه درست متوجه شده باشم شما 2 خانم دارین؟ آره. خب باز پدرجان چطور تصمیم گرفتین که 2 خانم داشته باشین؟ اینطور بود که ما این اولاد زن ما بچه کد 4 بچه کد مرد دیگه، اولادای ما هم نمن. اینم بازی از دوستا و رفیقا چیز کد که تو جوانی آل خاطو کو سیاسر تا زیفتو منده. باز از این گرفتم از یک 4-5 بچه شد مرد دیگه، مسئله خدای. خب هرچی که خیر باشه پدرجان، هرچی که خیر باشه. باز بفرمایید. دیگه ایت نشده که ما از پول مستی خاطر گذاشتم، فقط اینمی که اولاد نداشتم. یار و رفیق چیز که کالی جوانی تو زن کو که شاید در جای که بچه دار شوین. بله بله بله. باز پدرجان، چقدر چند مدت میشه که خانم دوم گرفته بودین؟ در دوره جوانیتون بود؟ دوره جوانی بود بله. جوانی بود. حالی نه. باز چند تا دختر دارین؟
دختر این میال سه دن است. خب خدا نگاهشان کنه پدر الهی جان. امین الهی امین. خب پدر جان زمستان چطور گذشت؟ زمستان پایدار چیدیم دی اینو. امی زمستان پایدار شدیم. آره من زمستان است یکی پایدار اینطور. دکتر نور سنگ نکن دوی دکتر شما من. دوای دکتر میجاست خورده ریم. باز پدر جان دکتر که رفتن چقدر مصرف شد چی گفتن برتان؟ دو گردش دکتر رفتم امو 1401 کی شده نه 700 روپیه یک. باز پولش داشتین پدر جان یا بازم قرض کردین؟ پولش رو قرض کردم نداشتم که دروغ بگم که ما امروز یک داماد داشتم امروز گرفتم قرض کردم. خدا نگاهشان کنه پدر جان. باز دامادای تو قدر شما همکاری میکنه در قسمت خرج و خوراک خانه اینا؟ بله اگور میکنه اگور میکنه نباشه دیگه ناچاره که واقعا ندید. بله باز شما از کجا هستین پدر جان؟ ما از پنجاب. باز دمو پنجاب دیگه دو خانم کده بودین یا آره نه پنجاب همونجا. خب اونجا زندگی میکردین؟ بله. باز چی تصمیم گرفتین که کابل بیاین؟ تا وقتی که یک دقیقه مردم هم میتونستم یک نفر جوان بودم هر کار میتونستم این طرف هوا میگرفتم این طرف دیگه دلاف زیر مختم این طرف یک بوتیخ میوردم تا وقتی که واس من رسید در وطن بودم یک کردی که دقیقه مردم گفتم اگر علاف بگیرم از او مومنم بوتام مومنم زمستان او قل خیلی بعده دیگه که نتونستم یلا کدوم کابلم. باز اونجا زمین از خودتان بود؟ نه از خود من ما پراری بودم. زمین نداشتین اونجا؟ نه زمین نداشتیم. منم دیگه مردم هم کدوم دیگه. باز چطور بود زندگی تان در اونجا؟ در اونجا خوب بود دیگه اونم خوب بود. زمانی بود دیگه. یک چندان مال نگاه میکردم یک مدگاو نگاه میکردم علافشر میتونستم. عالم پدر جان دیرتان پایین نفته شما هم نام خدا عالم جوان هستین. باز شما پدر جان آلی چی کار میکنین؟ آلی هیچ کار فشارم دارن. آره 4 سال شده که دیگه ما کار نتونستم 4 سال شده فشار دارم ما. دختر جوانشان کجا رفتن؟ خدا بیامرزه. دوستای عزیز مادر جان میگن که یکی از دخترای کاکا فوت شدن باز به مو خاطر پدر جانم مشکل فشار پیدا کردن که فشارشون حال باز چطور هستین پدر جان؟ حال خوب دیگه اونم تو فشار دارم یعنی در این نوروزی که مردم نوروزی کشت گاو شریک شدم من گوشت خوردن نتونستم از خاطر فشار. چقدر شدن شریک شدین؟ پولشان 11.5 روپیه شد. 11.5 باز دادین پولش یا باز؟ آره امورا دادم. گاوی مردم بود دیگه بوده بله من نمیشتی. پدر باز زمستان سوختی چیزا است کجا کردین؟ قرض گرفتیم این زنجی این یک سرای است اونم زنجی علی قرضش هم دبل من دیگه 8,000 روپیه من. دمی مدت که ازشان قرض آوردین تقریبا 8,000 شدن. آره با سرتان کاملا مانده. 8,000 روپیه مانده در سرم. خب پدر جان هر چیز خیر باشه انشالله که هموطنای ما همکاری بکنه دستتان بگیره و امروز من خواستم که بیایم از شما احوال بگیرم که در چه حال هستین. عمر تو دراز خدا دین و دنیا خار نشه مادر من. سلامت باشین تشکر. هموطنان مهربان مشکلات هایشان برای ما گفتن پدر جان که چه مشکلات دارن و انشالله که شما هم همکاری بکنین. تشکر میکنیم که تا با ما همراه بودین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.